هیچ وقت گریه که کردم و یادم نمیره. هیچ وقت سختی‌هایی که توی این مسیر 7 ساله کشیدم و یادم نمیره. حتی اون کسایی که ما رو گریه انداختن اونا رو یادم نمیره. ولی میدونی پیش خودم چی میگم هیچ کار خدا بی حکمت نبوده. اصلا مبینا و موژه چرا مبینا 7 ساله پیش رو آورد به موژه؟ چرا تو این لاینه؟ چرا داره این کار انجام میده؟ و چی شد که به این مرحله؟ درست یادمه تو تکاپوی فارغ التحصیلی لیسانس حقوقم و ثبت نام کلاس شرط دانش برای خوندن وکالت، همون روزا بود که به صورت خیلی اتفاقی ساری یه کاری داشتم و اینا که من بچه خودکفایی بودم، همیشه برای خودم موژه می‌ذاشتم. نوع کاشت موژه من به چشم اومد. حالا یه چیزی بود که اصلا خودم هم خبر نداشتم. خیلی از موژه‌ام خوششون اومد. خلاص اونجا به عنوان یه موژه کار معرفی شدم ناخواسته، بدون که حتی خودم بخوام، حتی خودم معرفی کنم. اصلا اینا عیب نداره، حالا همین چند نفرن دیگه، انجامش بده. و بعد خب داشتم در خلاص اینا اومد اتاق خودم، یه بالش گذاشتم و شروع کردم به کار. دیدم مشتری فرستادن پشت بند اونا، باز مشتری فرستاد. اینطوری شد که من وقت نمی‌کردم در طول روز بشم حتی درس خودم رو بخونم. از زمین خاکی استارت زدم و اون کار هیچ وقت پول مد نظرم نبوده و همش دوست داشتم تو اون کاری که حال دلم خوب باشه و تو اون هدفی که انتخاب میکنم از هنر خودم باشه، یعنی یه چیزی باشه که خودم اونو خلق کردم. و استقبالی که از کاشت موژه من به خاطر متفاوت بودنش شد باعث شد که من این مسیر رو انتخاب کنم، دنبال آپدیت کردن کارم و اینا، و از زمین خاکی کارم رو استارت زدم. با سالن‌های دیگه، جاهای دیگه اجاره کردم، به صورت درصدی کار کردم و اینا، تا شد من اجاره کردم، یعنی یه سالن رو اجاره کردم و شروع کردم به کار کردن. من هیچ وقت یادم نمیره چه به صورت درصدی زمانی که کار کردم، چه جایی رو که اجاره کردم، چه اون تایمی که کار میکردم چقدر اذیت شدم. یعنی امیدوارم خدا سر بچه‌هایی که هدفشون رو دوست دارن، اون مسیر رو دوست دارن و موفقن و میان اول کاری مسیری رو استارت میزنن، نمایی رو قرار ندید که مشکل رو فرو کنن. خب و چیزی بود که به شدت من تو مسیرم تجربه کردم، ولی هیچ وقت نداشتم ذوقم فرو بشه. ولی الان میگم اشکال نداره، اگه اون آدمو نبودن، اگه اون اتفاقا نبود، من مبینا الان سالن خودم رو نمیخریدم، من مبینا الان سالن خودم رو نمیزدم، چیزی نمیزدم که مال خودم باشه. میدونم خسته میشین، میدونم خیلی هاتون پشتیبانی ندارید، میدونم خیلی هاتون از صفر شروع میکنید. من تمام این مراحل رو خودم زندگی کردم، تجربه کردم که دارم الان بهتون میگم. چرا اگه اون روزا نبودن، من مبینا امروز با متد متفاوت خودم آکادمی خودم رو نمیزدم. من مبینا امروز اینجا نوکار کنم به اون بالایی اون کار شده. اون خودش میدونه که چطوری واسه بچینه.